اولتر از همه بسیار جای افتخار است که اولین ورزشکار ما در مسابقات دومین دور مسابقات المپیک جوانان اشتراک میکنه و بیرق افغانستان از ریژه عبور میکنه. این خودش کلان یک افتخار است و فعال بودن ورزشکاران افغانستان در میادین بین‌المللی و المپیکی نشان میده و ای که بعداً کدام نتیجه میگیره یا نمیگیره این مسئله بعدی است، ولی امی حضور خود تیم افغانستان یا حضور حداقل یک ورزشکار افغانستانی هم در طبقه ناس این خودش یک جایگاه بسیار خوبی در المپیک جهانی داره و در رسانه‌های بین‌المللی تشویق بسیار زیاد شده. و دوم تشکری از رئیس سابق کمیته ملی المپیک میکنیم که از افغانستان زحمت کشیدن تا اینجا به خاطر تشویق یک ورزشکار حضور یافتن و آمدن از دهکده ورزشی دیدار به عمل آوردن و زمینه امی سفر از افغانستان تا شهر نانجینگ زمینه سازی کردن و این خودش یک علاقمندی زیاد کمیته ملی المپیک نشان میده که بر برنامه های آینده انشاءالله که در رشد و انکشاف ورزش در افغانستان تاثیر مثبت داره.